آخر هفته گذشته در شهرهای اسلام آباد، لاهور، کراچی و پیشور پاکستان صدها اعتراضگر اساساً زنان به کوچه ها برآمده بازداشت و مجازات جنایتکاران مسئول در تجاوز به ناموس زنی در کنار شهر لاهور را طلب کردند. به قول پلیس اثنای حرکت در شاهراه مواد سوخت ماشین این زن تمام می شود و او در راه بند می ماند. زن که تخمیناً 30 ساله بوده است توسط تلفن از پلیس کمک می خواهد. ولی قبل از پلیس جنایتکاران در آنجا پیدا می شوند. آنها تریزه ماشین را شکسته زن را از ماشین بیرون می برارند و در نزد 2 فرزند نابالغش به ناموس او تجاوز می کنند. اعتراضها بعد از آن افزایش یافتند که رئیس تازه تعیین شده پلیس لاهور عمر شیخ قربانی این حادثه را با آن متهم کرد که شبانه با فرزندانش به راه برآمده تفتیش نکرده است که ماشینش چقدر مواد سوخت دارد. اعتراضگران تقاضا دارند که رئیس پلیس به استعفا رود. Prime Minister Imran Khan wants to make it the state of Medina in the times of the Holy Prophet. سروزیر پاکستان عمران خان می‌خواهد امنیت ولایتمان را مثل شهر مدینه در دوران پیغمبر تامین کند. این کدام مدینه است؟ این چه جمهوری اسلامی است که در شهر بزرگ به مانند لاهور به ناموس مادر در رو بروی فرزندانش تجاوز می‌کنند و رئیس پلیس با زن را ابداع می‌کند که چرا شبانه با این راه رفت؟ اون نباید تنها رانندگی می‌کرد و غیره. به فکرم این شرمندگی است. بعض اعتراضگران طلب دارند که مسئولان تجاوز به ناموس زن به دار آویخته شوند. در پاکستان حادثه های تجاوز به ناموس در مقایسه با بدرفتاری جنسی و خشونت در مقابل زنان کمتر است. هر سال تخمیناً 1000 زن پاکستانی با اتهام عمل خلاف معیارهای محافظه‌کارانه محبت و بنیاد عائله قربانی به اصطلاح کشتار ناموسی می شوند.